بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این نام مؤلف قطعی گذاشته است، یعنی عقیده ای که ابو جعفر طحاوی حنفی نوشته است. اما خود عقیده چی است؟ عقیده این باوری به کارهایی که واجب است که قلب مسلمان اون را تصدیق کند و دل مسلمان به اون چیزا آرام گیرد و در دلش شک و شبهه جای نگیرد، یا اینکه باوری به فرموده های خدا و پیغمبر که حتمی و لازمی هستند، باوری قطعی باشد، یعنی در دل مسلمان شک نگردد. همین عقیده میگن. و در اینجا عقیده اهل سنت و جماعت است. اهل سنت و جماعت کی را میگن؟ اهل سنت این نامش معلوم، پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم میکنند. و جماعت علما میگن یعنی جمع میشوند در پیروی پیغمبر خدا. و در یک حدیث هم اومده است که فرقه ای که روز قیامت نجات می‌یابد همین فرقه است، فرقه ای که پیروی از سنت و از جماعت میکنه. یا اینکه عقیده بود دیگر نام‌ها هم دارد. عقیده را در اسلام اصول دین هم میگن. برای چی اصول دین میگن؟ برای که تحکرسی است، باوری است. اگر یک انسان عمل داشته باشد، احکام هایی که خدا و پیغمبر فرمودن اون را به جا بیارد، لیکن باوری نداشته باشد به خدا و به پیغمبر و روز قیامت، چه اون چیزا فایدهش نمیکنه. برای علما اینا چی گفتن؟ اصول دین، یعنی اصل دین، تحکرسی دین. همین خانه را تحکرسیش برداشته گرد. تحکرسی اسلام هم همین عقیده است. یا که بعضی علما فقه اکبرش گفتن، خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب دارد. امام اعظم یک کتابی دارد به نام فقه اکبر، فقه بزرگتر. فقه بزرگ در عقیده را داخل کرده، در فروعات چی؟ اعمال و احکام، یعنی نماز و روزه و حج و زکات چی؟ پایانتر از فقه اکبر دانسته. بالاتر از همه چی بوده؟ عقیده. و صاحب این کتاب چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قال العلامة حجة الإسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. اول میگوید ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است، یعنی حمد و ثنا به پروردگار جهانیان، به خالق ما. امام حجت الاسلام ابو جعفر طحاوی فرمودند. چی گفت صاحب کتاب؟ این یعنی چیزهایی که ما برای شما در آینده میگوییم بیان و توضیح عقیده اهل سنت و جماعت است. یعنی ما سنیم، اهل سنت و جماعتیم که ایشون بر مذهب ابو حنیفه کوفی. امام ابو حنیفه از کجا بوده؟ از کوفه. کوفه امروز در کجا؟ در ایران. و ابو یوسف انصاری شاگرد کلان امام ابو حنیفه کی بود؟ ابو یوسف انصاری. و ابو عبدالله شیبانی، امام محمد حسن شیبانی، این شاگرد چی؟ دومش. خداوند از همه آنها خوشنود باد. همچنین این درباره عقیده همونا میباشد. همچنین این کتابی که در دست داریم ما اصول و اساسهای دین را که اهل سنت و جماعت به آن اعتقاد دارند و به وسیله آن پروردگار و جهانیان را پرستش میکنند بازگو میسازد. اکنون از کجا شروع میکنیم؟ در بیان توحید و یگانگی الله تعالی با تکیه به توفیق و دستگیری او میگوییم ان الله واحد لا شریک له. از همینجا سر کرد. اولین عقیده، اولین چیزی که مسلمان باید باوری داشته باشد همین است.
الله یگانه است، شریک ندارد. یک انسان پیش شما بیاد اگر بگوید که من اسلام میخواهم، شما اول چی بگویدش؟ گو که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یعنی همین کلمه توحید اولین چیزی هست که انسان باید چه آموزدش. و چرا از همینجا شروع کرد صاحب کتاب؟ برای که از اینجا پیغمبرها شروع کردند. خداوند وقتی که الله سبحانه و تعالی برای هدایت بنده ها پیغمبر روان کرد، پیغمبرها هم از همینجا سر کردند. چی گفتند؟ ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله میگوید که ما در هر قوم یک پیغمبر روان کردیم. انسان‌ها راه نمی‌یابند الا بجز چه؟ راهنمایی پیغمبرها. یعنی حقیقت دین انسان درک نمی‌کند به تنهاییش، به خودی خودش. برای همین الله سبحانه و تعالی پیغمبر روان کرد. و پیغمبرها را چی گفت؟ گفت که ما بر هر امت پیغمبر روان کردیم، وظیفه آنها چی بود؟ ان اعبدوا الله. از همینجا سر کنید. گویا که الله عبادت کنید. واجتنبوا الطاغوت. از پرستش طاغوت ها فرپیچی کنید. طاغوت کی را میگویند یا چی را میگویند؟ هر کسی که پرستیده شود و با راضی باشد او طاغوت است. علیاذ بالله. یک کس میگه که اینا مسیحی ها عیسی را میپرستند، یکی عیسی را طاغوت گفته نمیشه. برای چی؟ برای که عیسی راضی نیست. راضی نیست که مسیحی او را بچه خدا گویند. قیامت در عیسی دعوا میکند که الله تو بهتر میدونستی که من اینا را این طور نگفته بودم. پس طاغوت کی را میگویند؟ کسی که پرستیده شود و خودش راضی باشد. و این کلمه را کلمه توحید میگویند. ان الله واحد لا شریک له. اما خداوند یگانه است، هیچ شریک و انباز ندارد. توحید الله یگانه دانستن در ربوبیتش، الله یگانه دانستن در الوهیتش، الله چه یگانه دانستن در اسماء و صفاتش. همین توحید میگویند. یعنی ما میگیم که یگانه رازق، یگانه روزی رسان، یگانه آفریدگار، یگانه چی؟ میراننده، یگانه زنده کننده، یگانه مدبر امور، یعنی چاره‌ساز کائنات، گردش آسمان ها و زمان، یگانه ربش کیست؟ الله سبحانه و تعالی. برای این توحید ربوبیت میگن. یعنی ما مسلمان ها باید چه قبول داشته باشیم که الله یگانه فقط رازق ما. یعنی روزی ما به دست الله است. با فقط ما را الله میمیراند. با ما را فقط الله زنده میکند. همین توحید ربوبیت میگن. اما یک انسان همین کلمه را گوید مسلمان میشود؟ نه، این کلمه را کافر هم میگفتند. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. الله میگه که مشرکا را پرسی که کی اونا را آفریده است؟ میگویند الله. یعنی مشرکا هم تا زمان محمد صلی الله علیه و سلم میدونستند که خدا آفریده است، الله آفریده است اونا را. یا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر اونها را پرسی که آسمان و زمین کی آفریده است، مشرکا میگن که الله آفریده است. همین کافرها میدونن که آسمان و زمین الله آفریده است. برای چی اونها را الله مشرک گفت؟ برای چی اونها را الله چی خارج از دین گفت؟ برای که در اونها توحید الوهیت نبود. اصل مقصد نبود. توحید الوهیت چیه؟ الله در معبود بودنش یگانه دونستن. الله معبود است. ما عابدیم، الله معبود است. ما نماز میخونیم برای الله. یعنی عبادت ما فقط برای الله است. ما روزه میگیریم برای الله. قربانی میکنیم به خاطر الله. یعنی هر چیزی عملهای فرموده‌های یا عبادت‌هایی که الله سبحانه و تعالی فرموده است یا لایق الله سبحانه و تعالی فقط باید برای الله دانسته شود. بعد ما مسلمان میشویم. مشرکا را برای الله چی مشرک گفت؟ با وجود اینکه خدا را میشناختند، برای که اونا عبادت نمیکردند. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. چون اونا را گفته شود، یعنی مشرکا را میگفتند که شما لا اله الا الله گویید، اونا کبر میکردند. میگفتند ما چه لا اله الا الله میگیم؟ و یقولون و میگویند ما
خداها ما را به خاطر الله ترک کنیم. و یا بتاشون از خدا میگفتن، برای بتاشون قربانی میکردن. قربانی باید برای الله باشد و برای بتاشون میکردن. نماز برای الله است و برای بتاشون نماز میخوندن. ترس باید از الله باشد و با از بتاشون میترسیدن. یاردن باید انسان از الله خواهد و از بتاشون میخواستن. انا برای چی اونا را الله همچون مشرک یاد کرد؟ مسلمان هم باید چی؟ از همین چیزا پرهیز کنند. تا مسلمان هم توحید الوهیت نداشته باشد چی؟ اگر البته جهلن باشد و قبول است، مردم نمیدونن که توحید الوهیت چیه، لیکن ضمناً قبول دارن. اما یک کس دیده و دانسته توحید الوهیت پایمال کند، رود از بت مدد خواهد یا رود از قبر مدد خواهد. در ما هم هست که میگن که پیش فلان مزار رفت شفا یافت. حالا که الله صراحتاً چی میگوید؟ و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر یگان مصیبت بالای انسان دا آورد الله، با خودش الله برطرفش میکنه. یعنی نه مزار نه چیزی دیگر. یعنی نقطه اساسی دین ما همین بوده. همه پیغمبرها، الله میگه که همه پیغمبرها از همینجا سر کردن. انی عباد الله و اجتنبوا الطاغوت. الله پرستش کنید. گفتم که متاسفانه مردم ما در این عصر زمان همون گپایی را که میگن مشرکان میگفتن، همون اینها هم میگن. مشرکان میگفتن که وقتی اونا را میگفتن که شما قبر پرستش نکنید، از دست اینا چی نه هیچ چیز کار نمیگیرد. الله میگه و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اونا میگفتن که همین قبرها ما را روز قیامت شفاعت میکنه. خود مسلمانان پیش قبرها میرن چی میگن؟ میگن که همینا روز قیامت ما را شفاعت میکنه. اول اینکه کسی که در قبر است ما را نمیدونیم حالش چی است، ولی در درس‌های آینده ما میخونیم. یا آدمی که در زیر قبر مردگی ما نمیدونیم او دوزخی یا جنتی است. عقیده اهل سنت و جماعت همین است که یک شخص معین نه نسبت به جنت داده میتونه نه به دوزخ. اما در مجموع آنهایی که الله و پیامبرش گفتن جنتیان، اونا جنتیان ما میدونیم. یا که آنهایی که در عقیده اسلام از دنیا گذشتن، ما در مجموع گفتن میتونیم که کسی که از همونهای از گذشتگی ها کسی به فلان عقیده گذشته است مسلمان است، کسی به فلان عقیده گذشته است کافر است. یعنی بینه که آدمایی که امروز پیش مزار میروند حال همون مزار معین نیست. همون مزار ما نمیدونیم خودش جنتی یا دوزخی است. اگر همین قچی در اعتقاد ما جای گیرد، الکی پیش مزار رفتن من میشود. یعنی یک کسی که حالش معلوم نیست و جنتی یا دوزخی است، از کجا میدونیم که باید شفاعت میکنه؟ حالا که شفاعت چی؟ کی میکنن؟ صدیقا، انبیا، صالحا، شهدا. و دیگر اینکه شفاعت هم روز قیامت به دست الله است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. الله میگه که روز قیامت کی است که به اجازه خداوند شفاعت میکند؟ پس هیچ کار به اجازه الله نمیشه. چرا ما با مراجعت به الله نمیکنیم؟ چی؟ مراجعت به اولیاءهای مردگی، مراجعت به قبر میکنیم. یعنی وقتی که الله میگه که هیچ کس در درگاه خداوند به اذن الله شفاعت کردن نمیتواند، پس ما باید مستقیم راست از همون الله پرسیم. درست است که نبی یا انبیا شفاعت میکنند، درست است که صالحا شفاعت میکنند، درست است که شهیدا شفاعت میکنند، اما ولا یشفعون الا لمن ارتضی. همونا هم کسایی را شفاعت میکنند که الله راضی باشد. یعنی یک آدمی بزرگی که از دنیا گذشته است، خواه نبی باشد، خواه صالح باشد، خواه شهید باشد، خواه کسی دیگر باشد، چی؟ صدیق باشد، کسی را از بنده ها شفاعت میکند که الله از همین بنده راضی باشد. الله که از ما راضی باشد، بیا مراجعت به الله کنیم. یا که شفاعت کننده های هم که به دست الله باشد و به رضایت الله سبحانه و تعالی باشد، بیا اینو در مراجعت نکنیم و راست الله در مراجعت کنیم. این همین چیز اگر در قلب ما جای گیرد، ما انشالله موحد هستیم. الکی شک و شبهه گم میشود. ان الله واحد لا شریک له. نقطه اول عقیده ما همین بوده. لا شریک له. الله شریک ندارد. شریک چیزی را میگن؟ کسی را یا چیزی را در برابر الله قرار دادن. یعنی انسانایی هستند در برابر آفریدگار کسایی را یا چیزایی را قرار میدن.
یعنی از کس یا از چیز مدد میخوان. پس کسی که از بت مدد خواست چی بوده؟ مشرک بوده. کسی که برای بت یا برای مزار اگر که اهل علم باشه دیده و دانسته قربانی کنه مشرک شده اصلا. یعنی عبادت هایی که مخصوص الله بودن و برای غیر الله کرد، کسی را یا چیزی را در برابر الله قرار دادن. و شرک گناهی نابخشیدنی است. الله همه گناه ها را میبخشد اما شرک نمیبخشد. خداوند در سوره لقمان یاد میکند که ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم است. یعنی بنده میدوند که عاجز است، بنده میدوند که میمیرد، بنده میدوند که غیر الله او را هیچ کس فرزند داده نمیتواند. بنده میدوند که چه غیر الله هیچ کس جان او را گرفتن نمیتواند. بنده میدوند که فقط ذات یگانه باید عبادت کرده شود. اگر همو بنده با غیر الله در همین عبادت ها را کرد ظلم کرده. چخیل من میدونم الله مرا مدد میکند و من میرفتم یک چی فوربین مدد میخواستم. یا چخیل من میدونم که الله مرا مدد میکرد و من میرفتم از یک مزار مدد میخواستم. همین را ظلم میگویم. در عرف مردم ما ظلم چی را میگویم؟ کدام کاری که در جای حقش گذاشته نشود. نه شما ببینید که در یک میدان گوشتگیری دو کس گوشت میگیرند. یک کس زور باشد و یک کس نازور. لیکن دست نازور را بردارند. همون مخلصا همون تماشابینا میگن که جواب شد در حق همین. ظلم کردن میگه در حق همین. اکنون بینه که یک بنده یا میدونه که الله او را آفریده با بچه برای غیر الله عبادت میکنه ظلم نیست. ظلم است. این چیزی است که یقین است. ما باید تسلیم شویم که چه غیر الله ما را کسی مدد کرده نمیتونه. و دیگر اینکه شومی یا بدی شرک چیه؟ به اندازه هست که خداوند همه گناه ها را میبخشد، شرک نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شریک آوردن نمیبخشد. پایانتر از این هر گناهی که باشد برای کسی که خواهد چه میبخشد. یک انسان نمازش ترک کرده، یک انسان روزش ترک کرده، این در زیر مشیت الله قرار داده. روز قیامت خواهد میبخشدش، خواهد عذابش میکنه. اما یک انسان رفته از قبر مدد کرده، یک انسان رفته از فولبین مدد کرده، یک انسان رفته چی از یک بت پیش یک بت سجده کرده یا یک بت قربانی کرده یا از یک بت چی ترسیده، او را نمیبخشد الله. یعنی بدی شرک بینه که الله دیگر نمیبخشد ازش. شرک گفتم که در برابر خدا چیزی را یا کسی را قرار دادن یا کارهایی که از الله خواسته می شود از غیر الله خواستن. کدام کار گفتیم برای الله هست؟ عبادت باید برای الله باشد. فرق ندارد خون نماز خون روزه خون حج خون زکات خون قربانی. ترس باید چی برای از الله باشد. یا اینکه چی مدد خواستن باید چی از الله باشد. و دیگر اینکه چی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بدی شرک همین بود که اگر انسانی که دست به شرک زند عملش باطل می شود. یک انسان نماز خوان، روزه گرفت، حج، زکات، همه فرموده های الله و پیغمبرش به جا آورد، لیکن رفت در پیش یک قبر سجده کرد، یا که رفت از یک قبر مدد خواست، یا از یک بت مدد خواست، یا از یک بت ترسید، یا قربانی را برای یک بت یک قبر کرد، یا طواف در گرد یک بت یک قبر کرد. او چیکار کرده؟ همه عملاش، همه نمازهای خواندگی و روزه‌های گرفتگیش چه برعوض رفته. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. کسی به الله شریک می‌گیرد فقد حرم الله علیه الجنه، الله او در جنت حرام گردانده. یعنی کسی گفتیم عبادت هایی که برای الله است برای غیر الله میکند همون آدم چی جاش ابدی آتش دوزخ است. بعد شرک علما تقسیم میکنند، میگن شرک دو قسم میشود: شرک اکبر، شرک اصغر. یعنی شرک کلان، شرک میده. کلانش انسان از دایره اسلام خارج میکنه. کدام هستن؟ گفتیم که یک کس میره طواف میکنه، یا یک کس میگه که همین فالبین راست میگوید، یا یک کس میگه که هیچ کار نمیکنه در پیش بتا چی مال کشتن. اینا را چی میگن؟ شرک های بزرگی که از دین خارج میکنه.
با شرک ها میشوند خورد. شرک خورد چه؟ انی اخبث ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر و قالوا یا رسول الله و ما الشرک الاصغر قال الریا. شرک اصغر شرک خورد، شرکی که انسان از دایره اسلام خارج نمیکنه لیکن گناه کبیره است. مثل چی؟ ریا. بعضش پنهان میشود. ریا میکند یک انسان، یعنی یک نماز میخواند به خاطر خدا نمیخواند، به خاطر که مردم بینند. ایرا شرک خوردی پنهان میگویند. با این کار انسان از دایره اسلام بیرون نمیبرد، لیکن انسان گناهکار است. یا یک انسان برای مردم نماز چه روزه میگیرد، یا یک انسان صدقه میکند برای چه؟ ریای مردم. یعنی نشانتی، خود نشان. معنای ریا خود نشانتی. با همین شرکای خوردی هستند که چی؟ آشکارند. اینا مردم میگن که نان زنند یا چهار کتاب زنند. نه نان شما میزنند، نه چهار کتاب، یا نه نمک زنند. من حلف بغیر الله فقط اشرک او کفر. کسی بغیر الله قسم میخورد و خدا شریک آورده یا که چی؟ کفر ورزیده. البته شرکش هم کفرش هم چی هم؟ شرک اصغر و کفر اصغر هستند. در ما به نهایت زیاد است. نان زنند یا به حرمت همین دسترخوان میگن. چرا حرمت این دسترخوان؟ یا چی؟ هم مزار زنند، هر چی که باشد. یا چی؟ در دستای کودکان گفتیم یا مهره چشمی هست، یا در پیش دروازه ها چی؟ یک کله خر کشال میکنند، یا که چی؟ در دروازه ها یک نعل اسب میزنند، یا که در دروازه ها چی؟ یک چی قلمفور کشال میکنند، یا یک خار میزنند. اگر انسان عقیده داشته باشد که همینا خودشون پیش زخم چشم میگیرن یا خیر میگیرن، وقت از دایره دین خارج میشود. اما اگر که مردم میگویند که همین سبب پیش چشم گرفتن میشود، این وقت چی؟ از دایره دین بیرون نمیبرد. یعنی شرک دو قسم داشت: شرک کلان، شرک خورد. شرکی که از دایره اسلام بیرون میبرد. اکنون شرک کلان یکونش از دایره اسلام بیرون میبرد. دیمش انسان ابدی در آتش دوزخ میسوزاند. سیمش عملهای انسان چی؟ باطل میکرد. چهارم نکاح انسان بریده میشد. اما چی؟ شرک خورده عملهای انسان باطل نمیشه. یک کسی که نان زند، نمازهای خواندگیش قبوله، روزه‌های گرفتگیش قبوله، برای همین قسم ناجا خوردگیش چی؟ گناهکار میشود. اما گفتیم خدا نکرده یک کس در پیش یک قبر سجده کنه، نماز کنه و چی؟ و نمازش هم دیگه اعتبار ندارد، روزه‌هاش هم اعتبار ندارد. خلاصه در شرک اصغر همون چهار کار نمیشود. نکاحش بریده نمیشود، عملش باطل نمیشود، ابدی در آتش دوزخ نمیسوزد. لیکن چی؟ جنت میبیند انشاءالله. در شرک خورد انسان جنت میبیند. ولا شیء مثله، چیز مانند اون نیست. دویم نقطه عقیده ما همین است که هیچ چیز مانند الله سبحانه و تعالی نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله نیست. الکی در اسلام بعداً طایفه های پیدا شدن، اونا را مشبهه میگفتن. اونا انسان مخلوق به خالق چی تشبیه میدن، یا خالق به مخلوقاتش تشبیه میدن. میگفتن که الله ای خلقت، الله ای خلقت، الله ای خلقت، علیاذ بالله. اونا را مشبهه میگن. همین آیه اونا در جواب میدن که لیس کمثله شیء. چخیلی که شما فکر میکنید الله ای خلقت، الله چی مثل هیچ چیز نیست. و هو السمیع البصیر. دوام آیات چی؟ باز یک گروه های پیدا شدن میگن که الله صفت بینایی ندارد، الله صفت شنوایی ندارد، الله غضبناک نمیشود، الله راضی نمیشود. اونا را معطله میگفتن. آدمایی که الله با مخلوقاتش مانند میکردن اونا را مشبهه میگفتن، یعنی تشبیه کننده. اولی آیات رفت کرد که شما خیلی نگید لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل الله نیست، یعنی الله با مخلوقاتش مانندی ندارد. دومی همین آیات و هو السمیع البصیر، الله شنوا و بینور. گفتیم گروه های دیگری بودن که اونا را معطله میگفتن. تعطیل، معنای تعطیل بیکار کردن. اونا صفات های الله را بیکار میکنن. میگفتن الله شنوا نیست، گفتن که الله بینور نیست، الله راضی نمیشود، چی؟ الله نمیفرماید، الله نمیآید. همینا را انکار میکردن. پس همین آیات هر دوی همین گروه ها را جواب میکرد. ما اهل سنت و جماعت هستیم، ما در مابین هستیم. درست
ما با الله سبحانه و تعالی صفت بینایی، صفت شنوایی چی یا راضی بودن یا دوست داشتن همه همیا را قائل میشیم به کیفیت. نمیگیم که الله میبیند چگونه ای که فلانچه میبیند. این گپ کفر است. ما میگیم درست الله میبیند، الله چه بیناست، الله شنواست، الله راضی میشود، الله دوست میدارد، الله میآید. ولا شیء یعجزه، چیزی او را عاجز و ناتوان کرده نمیتواند. ما سوره یاسین نمیخوانیم تو انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قدرت الله به همین اندازه است که هر چیزی گویا که شو پیدا میشود. یعنی الله از چی برای الله یگان کار گرانی نمیکند. ولا یعوده حفظهما. وقتی که آیت الکرسی را میخوانیم درباره آسمان و زمین، این چیزا الله چی میگه؟ به الله مشکل نیست. یعنی الله قدرت فوق العاده دارد. و در باب اسماء و صفات ما قید نکردیم. درست است که گفتیم که چی صفاتایی هستند گویا ظاهرا بین الله و بنده چی مشترکند، اما چی هیچ وقت انسان فکر نکند که الله دانا است، یک بنده دانا است. دانایی بنده با دانایی الله چی مانند شده نمیتواند. بین اینا فرق است. یکی از علمای کلام مشهور دنیا محمد امین شنقیطی خدا رحمتش کنه یک کتاب نوشته است. یعنی قرآن هم خوبیم، حدیث پیغمبر هم خوبیم، خودی الله بنده هاش بسیاری صفاتهای خفیفی یاد کرده. یعنی ظاهرا به نظر می رسد که الله علیم است و الله چی دیگه جای فرانده بندش علیم گفته. لیکن شما میگه یک چیز پیش نظرتون داره. وقتی که ما گفتیم لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست، و گوییم که الله بیناست، آیا پیش نظری ما در اون گپ میبینیم؟ نمیبینیم. بینایی الله مخصوص الله است. ما نمیدونیم که الله چگونه است. اما بینایی بنده یا عالمی بنده یا چی رحیمی بنده، مهربونی بنده معلوم است. یعنی یک جودا اگر شما دیده که الله خودش علیم میگوید، دانا میگوید، یا رحیم میگوید، مهربان میگوید، در جای دیگه بندش هم علیم میگوید، در جای دیگه بندش هم رحیم میگوید، شما فهمید که بین رحیم بودن الله و رحیم بودن بنده فرق است. بنده را ما دیدگیم چی میبینیم، میشناسیمش، کیفیت چه میدونیم و میگیم که چگونه مهربان است. اما الله کیفیت چه ما چی نمیدونیم. امام شافعی رحمه الله گفته بود که هر کسی در ذهنش چیزی گردد نسبت الله سبحانه و تعالی که شاید الله ایخیل باشد، شاید الله ایخیل باشد، چی خطا کرده، همون چیز نیست. یعنی خلاصه در پیش نظر شاگرد و طالب علم همین آیت چی حجت باشد با اینا. لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. الله انسان با دستش آفرید و در ذهن ما و شما چگونه بودن دست الله تاب نخورد. برای ما الله خودش نمیدونیم چگونه دستی او را میدونیم، اما بنده را میدونیم. یا که چیزهایی که حواس برای حس ما دیده میتونیم یا چی نگاه کرده میتونیم میبینیم. ماشین چگونه است، آدم چگونه است، حیوان چگونه است، دست اینا یا چی آن چیزهایی که برای اینا ذکر میشود ما میبینیم میدونیم. همه گونه همین چیزهایی که برای الله ذکر میشود ما قبول داریم. فقط بگیم درست الله انسان هم به دستش آفریده است، اما ما نمیدونیم چگونه. ولا شیء یعجزه، گفتیم که چی هیچ چیز به الله سبحانه و تعالی گران نیست. الله قدرت فوق العاده دارد. ولا اله غیره، اصل مقصدم همین است و نیست معبود به حق بجز او. لا اله غیره ای لا معبود به حق غیره. غیر الله سبحانه و تعالی معبودی به حق نیست. درست که بت پرستو معبود دارند، نه بت پرستو میرن بت سجده میکنن. درست است که نصرانیان معبود دارند، عیسی را. درست است که چی گاو پرستو گاو معبود قرار داده گشتند، اما اونای معبودای چی به حق حسابیده نمیشوند. معبودی به حق همون ذاتی هست که همه چیز بود و نابودی انسان از او وابستگی دارد. یعنی وقتی ما میگیم که الله ما را آفرید، ما را روزی داد، ما را میمیراند، ما را چی با روز قیامت زنده میگرداند و گردش آسمان و زمین، شب شدن و روز شدن چی به دست الله سبحانه و تعالی. همین چیز در ذهن ما آمده و چگونه غیر الله پرستش میکنیم. یعنی همه کار شما را یک ذات کرده است الله. پس چگونه غیر او با معبودی به حق باشد؟ چگونه یک معبودی باشد که سزاوار پرستش باشد؟
متصل نمیشود. ولا اله غیره ولا معبود بحق غیر الله سبحانه و تعالی. هیچ یک معبودی سزاوار نیست. درست است چی گفتیم که بت پرستو بت معبود قرار دادن، اما حق نیست از دست او بت اون کار نمیگیرد. درست است که مسیحی ها عیسی را چی الله قرار دادن، برای خودشان اله قرار دادن، اما چی روز قیامت اون الهی که اون قرار دادن چی میگوید؟ پیش الله در عذر میبره. خود عیسی میگه من از این قوم بیزار هستم، از اون چی که اینها میگن من بیزار هستم. و همین چیز گفتیم فراموش نشود. لا اله الا الله نیم در شما ترجمه شد فهمید که لا معبود بحق الا الله. بعد ما مسلمان میشیم. یعنی این کلمه از ما چی میخواستد؟ لا اله الا الله از ما سه چیز میخواستد. اول گفتن در کار لا اله الا الله، اینا گفتیم میشه الحمدلله. دویمش چی؟ با مفهومش سرفهم رفتن در کار. یک از همین خیلی گوید یک کسی یک کلمه را که لا اله الا الله تکرار کن غیر دین باشد او مسلمان نمیشود، برای که او گفته است و مفهومش سرفهم نرفت. دیمش اگر به مفهومش سرفهم رفت، یک اتئیست درس داد طلبه‌هاش را گفت لا اله الا الله، همین در نزد مسلمان ها گفت لا معبود بحق الا الله، بازم چی همین آدم مسلمان نشده. سیم شرط اساسی است و این چیز ایمان آوردن نکن. یعنی اول لا اله الا الله گفتن در کار، دوم معناش فهمیدن در کار، سیم چی همین را قبول کردن که ایمان داشتن در کار. بعد انشاءالله چی ما و شما مسلمان میشیم. الحمدلله ما اینا گفتگی هستیم، اینا معناش هم چی بارها شنیدگی هستیم. انشاءالله با ما چی ایمان داریم که غیر الله دیگر معبودی نیست. یعنی امروز اگر ما مختصرا درسی گذشتگی ما را گپ زنیم در مورد چی صحبت کردیم؟ توحید، شرک. توحید سه تقسیمش دارد: ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات. یعنی الله یگانه رب قرار دادن، الله یگانه معبود قرار دادن، الله در اسماء و صفاتش یگانه دانستن. در برابر این شرک هم چی؟ یا شرکی در ربوبیت نشده، یا شرکی در الوهیت نشده، یا شرکی در اسماء و صفات. یک در آفرینش الله کسی را به الله شریک قرار کرد و توحید ربوبیت شرک آورد، از دین خارج شد. یک از در معبود بودن الله سبحانه و تعالی در برابر الله کسی را معبود قرار کرد و توحید الوهیت شرک آورد. یک از اسماء و صفات خداوند گفت که الله سمیع است، بصیر است. نعوذ بالله، خدا نکرده یک کسی گوید که چی در برابر الله بنده مثل الله سمیع و بصیر گوید، این به توحید اسماء و صفات شرک ورزیده است. این شرکی در اسماء و صفات میگن. آخر دعوانا الحمدلله رب